پدرم محض برای عالم رنگین هنر به دنیا آمده. Атом Мухамеджанов прослезился, когда была премьера фильма «Аль-Бухари». Я счастлив, что я с ними работаю. Это человеческий талант, его не купишь, этому не научиться, потому что там внутри. Атом Мухамеджанов шахсияти бузург буд, сутуни мустахками фарҳанги тоҷикон буд. گمان میکردم که اون کس بازی نمیکنن، اون کس زندگی میکنن در صحنه. همه اون رکنهای هنری که در انسان باید باشد در ایشان بود. تو آخر حیاتشون ما همراه در یک گریمخانه می نشستیم. با این بزرگیشون گردن شخ بودن به اصطلاح. همه کارهای مثلا ریشار گفتگی قبول نمیکردن. اصلی برهانش گفتن که من که برای این نقد خیلی پیر شدم، لیکن انا عطا جان مادرشون نقل میکردن که بسیار عذابای سخت دیدگی عطا. با تربیت فرزندان، تحصیل فرزندان بسیار جدی مناسبت میکردن. وقتی مشغول بود که از این طرف به این طرف، از این طرف به این طرف طوری بعد رفتم اون درآمدگاه قلعه اونجا باز قرار گرفت و عطا کرد. همون غروبی که ما فیلم برداری کردیم غروبی میبایم بود. مرد بزرگ همین فیلم ندیده رفت، تقدیر خودش ندیده رفت. تخت این ملت، فرهنگ ازلی، تاج این ملت مستند عطا. من خوشبخت و افتخارمندم که تاجیکم.